صبح 12 ایول ساعت 4:40 در حدود دهه خمیس صفر نویه فیض‌آباد بر اثر به ماشین در کنار راه به حرکت استاده قوه برخوردن خوندای پورتر راننده خوندای خسرو اکراموف سال تولدش 1989 ساکن جماعت مسکین آباد در جای حادثه جان باخته است. شام 11 ایول ساعت 23 در شهر دوشنبه یک ماشین مرسدس که صاحبش به نظارت گذاشته بود به حرکت در آمده کودک خردسال مولوده خالوه سال تولدش 2017 را پخش کرده است. کودک در راه به بیمارستان جان داده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 40 نفر از جمله دهها کودک خردسال به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. ساکن 31 ساله جماعت قلعه دشت نویه فیض‌آباد و آن گمان بر می شود که روز 8 ایول از زمین های خواجگی دهقانی یک همدیه‌اش در دشت میرزا یک محرک آبکشی و 150 متر قبور آبگذر را دزدیده به صاحب آن 11,000 سومانی ضرر رسانیده است. زن 59 ساله ساکن شهر خوجند به آن گمان بر می شود که از ماه مای سال 2012 تا ماه ینور سال 2014 یک چند مرتبه با روی فریب به باوری زن 47 ساله ساکن شهر بوستان در آمده با بهانه تجارت از او 19,000 دلار گرفته است، ولی تا امروز از این مبلغ فقط 38,000 دلارش را برگردانیده است و تمام.